نور خدای بان سر پادشاه. الو آخه عزیزم کجایی پس تو؟ بابا سفارش های رستوران مونده، این بچه هم انداختی گردن من، کجا رفتی پس؟ خب میگی من چیکار کنم؟ تو هم باباشی دیگه، وظیفت نگهش داری. بابا خطا نکردم که اومدم آرایشگاه، حالا یه روز خیر سرم، کارم تا شب طول میکشه، میام حالا نگرش دار تا بیام. ای بابا گوشیمو سوراخ کردن انقدر زنگ زدن. الو خدافظ. کی بود؟ شعار علنگت بود؟ آره دیگه چندش ولکن نیست که. بی خیال جوجو بریم جاده اشغال کنیم. باید هم بریم جاده چالوس. بله سلام آقا کمال. بفرمایید. خانمتون تصادف کرده. چی میگی؟ مطمئنی؟ بله توی جاده چالوس با یه آقا هم بوده. از سوام در ناری قریب گردم. قربونت برم خدا، چقدر قشنگ آرایشت کرد. این دنیا هیچ چیزش بی حساب کتاب نیست. تو به من و این بچه خیانت میکردی و کلا سرمون میذاشتی، خدام فهمید و یه کلاه گشادتر سرت گذاشت. آخر عاقبت دروغ همینه. خوش باشی. بریم بابا. خونزانمو خدای خواهم چاکی شاست لگ